دوست داری جزو ثروتمندا باشی؟ یکی از معیارهای ثروتمند بودن اینه که صادق باشی، حداقل با خودت. بذار یه موقعیتی رو با هم تصور کنیم. مثلا یکی از کارش اخراج میشه. میتونه با خودش بگه ای بابا، دیدی گفتم من هیچ کاری نمیتونم بکنم؟ اصلا دنیا داره ضد من کار میکنه و خیلی از چیزای دیگه. اما یه جور دیگه هم میتونیم به خودمون بگیم، این که بگیم خب شاید این یه فرصت باشه واسه یه کار بهتر، یه شروع بهتر برای شناختن خودم و خیلی از چیزای دیگه. میبینی موقعیت یه موقعیته، اما میتونیم به دو صورت مختلف در این مورد با خودمون حرف بزنیم، یا بهتر بگم در این مورد به خودمون مشورت بدیم. اون وقت 2 حال متفاوت داریم، 2 ذهن متفاوت داریم، 2 مسیر متفاوت جلومونه که باید طیش کنیم و توش زندگی کنیم. این همون قدرت ذهنه